ولا بود دمدش میاد. کجایی تو؟ میگم پس چرا بازیگر رو نمیفرستی؟ الو من منتظر بازیگرم. الو بله بله این بازیگری که میگی کجاست؟ ها بغل دستت. پس کجاست؟ الو صدای من میاد؟ بود دمدش میاد. الو بله بابا پس شما اینجا چی کار میکنی؟ کی کام شما؟ من تو کی هستی دیگه اینجا؟ آمدم برای همام. مگه اینجا حمومه؟ دیدت دنگ دیده و مگه تو کیسکش نیستی؟ اینجا فیلم برداری، اینجا سر صحنه است. پره الو بله خداحافظ. نه وجان تو سلام علیکم خاصی. اینجا سر صحنه است، تو اینجا چی کار میکنی؟ وجان خودت آمدم برای همام. کلاس 7 اعلانی کرم همام نکردی. شما آخه اینجا چی کار میکنی؟ اینجا سر صحنه فیلم برداری میکنی. فیلم برداری چه؟ فیلم برداری داریم میکنیم. نه تلویزیون ها. اینجا فیلم برداری شما چی؟ نان بکرانی مرو تیامو بازیگره چی شد پس؟ بله کی اومدی اینجا معلوم نیست کیه؟ تو کی هستی آقا؟ من میولیم آمدم برای همام. مگه اینجا همومه؟ میخوای چیکار کنی؟ خودتو معرفی کن ببینم. خود معرفی بکنم؟ آره. من یه ناسی نه بورا اردا رولا بورا اردا مغز لیویا شیت آوریم بردی. معرفی کن ببینم تو کی هستی؟ من خوب دقت بکن. بگو ببینم. هنرمند نیکی کریمی. تو شبیه نیکی کریمی؟ بخشی این یارو پرسپولیسی فرشید کریمی. ای بابا گیری چه آدم نفهم. گیانم یه رئیس اس. عجب آدم نفهمی جلو وایستاده. عجب آدم نفهمی جلو خودت وایستاده. ای بابا تو اصلا سلام کردن بلدی؟ تو سلام کردن بلدی؟ سلام کن ببینم. سلام علیکم. ای بابا تو اینجا چی کار میکنی بابا؟ آره میخوام من بازیگر میخوام. الانم معطل بازیگرم. خو یکم یواش رقره هوری و آرام قصه بکن. خو من معطل بازیگرم. خو منیش بازیگرم. خب من میخوام تست بگیرم. تو میتونی تست بدی؟ بی ادب بی اخماس آمدم تو او حس کردم یا بوگنی میا بس تست بازیگری میگیری. بابا میخوام او درواکا بوی کشتمان. بابا من میخوام تست بگیرم. ببین بکت و تو کت این بچه بله اورورا موقع حال پارکش منیه. ببین عزیز دلم بله فکر کن بله این دره. این دره. تو میخوای بری پشت در از اینجا بیای تو. فکر کن این دره. کور شدی در کجاست؟ بابا فرضیه. فکر کن این دره. من رئیستم. میخوای بیای تو از من مرخصی بگیری. برای قیقی چه خبره؟ بنیش با پیوتم بنیش ایشه وی کارگر داریم به زبان خودتون با هم صحبت میکنیم. الان زنی چوت موتمی کارگردان فره عزیزه وات طفل نوریا آقای عزیز چیلکی میکنی؟ شما میخوای تست بازیگری بدی یا نه؟ من خیلی گیرم. من بازیگری هستم ولی تستش خودت بدی. ای بابا فکر کن این دره. خب میخوای بری پشت در بزنی بیای تو از من مرخصی بگیری. مثلا یه دره من با منو سلام بکنم مرخصی بتوام. دقیقاً آفرین. یه دره بله دقیقاً این دره. پنجره هاکو. ای بابا فرض فکر کن این دره. میخوای کار به پنجره نداشته باش. کار به پنجره نداشته باش. یه کمی آرامتر حرف بزن. عجله نکن. میکروفونت ببر بالاتر. این دره. فکر کن این دره. تو میخوای بیای تو از من مرخصی بگیری. من با منو سلام علیک بکنم میشم مرخصی تو هم. دقیقاً. اول در بیام یا زنگ بزن بیا تو. درگه خراب زنگ بیام. زنگ بزن بیا تو. زنگ بیام. زنگ بزن بیا تو. زنگ بزنم. بله زنگ بزن. ای شارژ نیرم. 5 تومن گوشت بریم. ایران سلا لارزانگانه. زنگ بزن بیا تو. زنگ بزنم. بله. شمارگت چنه؟ 0918. بابا زنگ در بزن. زنگ در بزنم. شماره منو میخوای چیکار؟ زنگ بزنم. بزن خواهش میکنم زنگ بزن بیا تو. دستم نرسه.
بابا اینا همش برا فرضیه. خود دستم نیار راستی. در بزن، زنگ بزن، بیا تو. بله زنگ بزن الان، بیا تو، از من مرخصی بگیر. باشه زنگ بزن. مار میزنم. آره زنگ بزن، زنگ. حالا تو باشد خودی و چند بده خو. بزن. قرر. این زنگه؟ ها؟ این صدای زنگ بود؟ اشاعری قدیمیگانه. از اول قرر ایو. درست حسابی نمیتونی حتی زنگ بزنی؟ میخوای تست برا. بازیگری بدی؟ آها زنم تو سوسولی. توی زنگ سوسولی بزنم. بزن، زنگ بزن. صدا خوبه؟ یه کمی رعایت بکن، آرام حرف بزن، این مردم حالی بشن. چشم. خوب من زنگ میزنم. لینچان رولا چیه دیگه؟ بنیش دینگ دانگ این چطوری زنگیه؟ و شیر دالک دینگ دانگ. بیا تو، زنگ بزن. کیه؟ سسولیه. کیه؟ منم. شما؟ کام شما تویشی کیه؟ کیه؟ و نظر تو کیه؟ بابا بیا تو خودت هم نمیدونی کیه؟ تو بیش کیه؟ تو هستی. بابا بیا تو، زنگ بزن، بیا تو، از من مرخصی بخوام. از اول دینگ دونگ. کیه؟ تو بیش کیه؟ بابا کیه؟ من یه زنم تویشی کیه؟ ای بابا کیه؟ نمیدانم خو. خب بیا تو. نمیدونی باشه، بیا تو. بیا تو. بیا تو، در بزن، در بازه. بیا تو ببینم چی میخوای. وتی در چه؟ در بازه، بیا تو. اوی رایشی بازه بیا تو. بازه شکل ده، بازه قیافه ده. به اخماس تویلکی میکنی؟ من چیزی نگفتم، دارم میگم در بازه، بیا تو. خو کلا بیا تو. بوره بیا تو. من که نمیدونم تو داری چی میگی. باما تو. بیا تو. فرق قینه ولقه وشکم درگه و خمانی من. در بازه، بیا تو. تو بله سر با او خواهون یه دریک. الان درم بستی دیگه، درسته؟ ها؟ فکر کن من ها؟ در بستی. این چیه؟ چیه؟ این در چه مشکلی داره مگه؟ این لبلابش زنگ خوردهش. لفلاف دیگه چیه؟ لبلابش لبلاب. بابا اینا همش فرضیه. ای چی فرضیه؟ آمد و رمید ملمان. ها؟ ای بابا این دره فرضیه. بیا تو، از من مرخصی بخوام. از حتما سنا و کرا کم برخصی باب من گمال. اینطوری با رئیست صحبت میکنی؟ ایدی خمانی من رئیس و کارمند ای دوره باید خمانی بود. چه؟ گمال مرخصی بیا. من هیچ وقت با تو اینطوری مرخصی نمیدم. ای نمیدی و جانم پیلگان بده. تو مثلا کارمند منی. خب باشه من چه بکنم الان تویشی؟ اصلا یه تست دیگه ازت میگیرم. خب بفرما. خب برو یه خبر خوشحال کننده میخوای به من بدی. خبر خوش بدم. آره برو از اول بیا پشت در. ای بدبختی برا ناوک من کفت. نکوره در چه میده کاروان سرعت در. بامه تو. بیا تو، در بازه، بیا تو. خبر چه بیمه پید؟ یه خبر خوشحال کننده میخوای به من بدی. اکوی بوست. خبر خوشحال کننده شاد. شاد، یه خبر خیلی شاد. الان داش ماتیا من ناو خو اموت داش حتیات بیشت آقای محمدی من آقای زارعی برارزا مخو بلیتگا و دزیوی تا ناو یه دفعه یه سایپای قاچاقچی و 120 کیلومتر 10 میلیون بیو جلاس پانیو کرد. این خبر خوشحال کننده. آقا او خردی پانوبی لشیر درگه دانی ناو مخلاص. ببین عزیزم، عموی من فوت شده، به رحمت خدا رفته. عموی من در قید حیات نیست. عموی جناب عالی من شناسم ای درست در قید حیا نیه نه در قید آبرویه
نه درقه شرفه نه داری درقه میگی واسه جنومنامه خودت خودت میگی عموم درقه حیا نیست آقا اصلا نمیخوام این تستم خیال خو یعنی چه الان برو یه خبر خیلی ناراحت کننده به من بده خبر غمگین یه خبر غمگین خبر تلخ باید بیامدی چی شده؟ الان از بیمارستان تریخار کردن خب گفتن آقای زارعی شده بابا خب این که خبر خیلی خوشحال کننده ایه آخه درست رای جناب علی خوبه خب معلومه که خوبه طالما رای مردم ایوان السوزی چرا؟ آخر یه نفر لنسل جناب علی لنسل کلاهبرداری وارد جامعه بی ببین عزیزم بله خب ببین بله وقتی که میای تو خب ریلکس باش ریلکس یعنی چه؟ یعنی ریلکس یعنی شل راحت شل باش خودتو شل کن خب راحت شل دوست دارم شل بازی کنی این شله چرا دراز کشیدی پاشو نمی پاشم بلند شو نمی لنشم اصلا بسمرک بابا نمیخوام ای براگم تو ام بی ادبیگی اول دف میگی ریلکس شو ایدم میگی خودت شل کن زانم فرا میدان به ما پیدیشی ول کن